ته خبر. اعتقاد تاجران افغان در چین از توقف کالاهای تجاری در پاکستان. اطلاعیه در مورد کارت هوشمند اتباع. فشارهای اقتصادی بر شیعیان هزاره افغانستان از سوی طالبان. به نام خداوند بخشنده و مهربان. رئیس اتحادیه ارسال کالا تاجران افغان در چین اعلام کرد متوقف کردن کالاهای افغانستان در بندر کراچی، پاکستان میلیون‌ها دلار به تاجران زیان وارد کرده است. به گزارش دفتر منطقه‌ای خبرگزاری سه نوز، خان آقا گلزاد، رئیس اتحادیه ارسال کالای تاجران افغان در چین اظهار داشت. پاکستان کالاهای تاجران افغان را در بندر کراچی متوقف کرده است. وی افزود: برخی از این کالاها مربوط به افرادی با سرمایه کم است که در صورت ادامه توقف در این بندر تمام سرمایه خود را از دست می‌دهند. از سوی دیگر، برخی از تاجران افغان از حکومت کابل خواسته اند به مشکلات تجاری در پاکستان رسیدگی کند و یا راه‌های جایگزینی ارائه شود. وزارت صنعت و تجارت حکومت کابل شهریور ماه سال جاری نیز اعلام کرده بود پاکستان زمان طی مراحل گمرکی برای برخی از کالاهای ترانزیتی افغانستان در گذرگاه‌های مرزی را از 3 روز به 10 روز افزایش داده است. پیش از آن نیز مقامات اتاق تجارت مشترک افغانستان، پاکستان گفته بودند اسلام آباد حق ترانزیت کالا به افغانستان را 2 تا 3 برابر افزایش داده است. قابل توجه تمامی پناهندگان و پناهجویان. به اطلاعیه دولت مبنی بر تمدید مدارک شناسایی پناهندگان و پناهجویان با شیوه جدید با عنوان کارت هوشمند مهاجرین و اتباع خارجی، کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان اکیداً توصیه می‌نماید تا قبل از مراجعه برای صدور کارت‌های جدید خود، از کارت شناسایی فعلی خود و همه اعضای خانواده، کارت آمایش، هویت، پاسپورت، برگه سرشماری، بازشماری یا غیره، یک نسخه کپی به همراه داشته باشید یا آن را اسکن کرده یا از آن عکس بگیرید. داشتن این اطلاعات، زمانی که برای مشاوره یا پشتیبانی به سازمان‌ها مراجعه می‌نمایید، اطمینان حاصل می‌شود که پرونده‌های شما در پایگاه اطلاعاتی قابل شناسایی هستند. برای دریافت اطلاعات و یا راهنمایی بیشتر با کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان از طریق شماره تلفن‌های پذیرش و یا آدرس ایمیل irntaq@org تماس حاصل فرمایید. تمامی خدمات کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان رایگان میباشد. راقب کلاهبردارانی که در ازای پول مدارک شناسایی یا هر مدرک جعلی دیگری را ارائه میکنند باشید. این نوع مدارک غیرقانونی هستند. برای آنها پول پرداخت نکنید. لطفاً برای دریافت اطلاعات قابل اعتماد و بروز در خصوص اطلاعیه‌ها، مدارک و در دسترس بودن خدمات و موارد دیگر، مرتباً به وبسایت کمک کمیساریا، صفحه کلاهبرداری و فساد و صفحه ستار نیوز مراجعه فرمایید. ما می توانید برای تماس با کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان و دریافت اطلاعات بیشتر با خطوط تلفن حمایتی کمیساریا تماس گرفته و یا به آدرس ایمیل کمیساریا ایمیل ارسال فرمایید. به گزارش ستار نیوز، افغانستان در رویدادهای جدید، طالبان تلاش کرده اند که فشارهای اقتصادی بر شیعیان هزاره در مناطق مختلف این کشور افزایش بدهند. یکی از شیوه‌های افزایش فشار طالبان علیه شیعیان هزاره در افغانستان که چندین مورد آن در روزهای اخیر گزارش شده است، جلوگیری از فعالیت نهادهای امداد رسان در مناطق شیعه نشین این کشور بوده است. بیشتر این سیاست در حالی از سوی طالبان اتخاذ شده است که افغانستان در بحران شدید بشری به سر میبرد و بیش از 2/3 جمعیت آن نیاز به کمک‌های بشردوستانه دارند. مناطق شیعه نشین افغانستان به دلیل تبعیض تاریخی، دوامدار و خشکسالی گسترده در 3 سال اخیر، از جمله مناطقی از بحران اقتصادی و بشری بسیار گسترده در آنجا نسبت به سایر مناطق رخ داده است. اساس گزارش سازمان ملل، خشکسالی شدید، میزان حاصلات کشاورزی را در مناطق مرکزی افغانستان به شدت کاهش داده و این مناطق به دلیل وابستگی اقتصادی تقریباً 100% به کشاورزی، با پیامدهای ناگوار خشکسالی و فقر شدید مواجه شده اند.
تا دیداری بعد، خدا نگهدار.